با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم و این برنامه هواپیمایی خواهد. میدونم که داستان هواپیمایی به اندازه بقیه چیزا طرفدار نداره، ولی حتی اگه 1000 نفر هم نگاه کنن، چون کسایی هستن که انشالله در آینده خلبانان میشن، مهندسین هواپیما میشن و آیرودینامیک میخونن. اینا مهمه که این قسمت هم همیشه برگزار بشه و به حساب اینکه جمعیت کمتری گوش میکنن من این قسمت رو حذف نکنم. این دفعه میخوام راجع به برنامه موزاییک براتون صحبت کنم. این موزاییک قوانین جدیدی است که بر هواپیماهای UL یا LSA Light Sport Aircraft قوانین جدیدی است که اومده بازار. این یه تاریخچه بدم. هواپیمای معمولی که گواهینامه پرایوت ملت باش میگرفتن یا گواهینامه پرایوت که بگیرید یا PPL Private Pilot License، برای هواپیمایی که در 4 نفره بود، معمولا میتونست 5 نفره اینا باشه، یه حدود وزنی داشت تا 6500 پوند میتونست باشه، یه محدودیت هایی داشت، ولی هواپیماهاش داشت گرونتر میشد. هنوز هم داره میشه. الان دیگه تقریبا هیچ هواپیمای که به درد اون کار بخوره برای PPL زیر 500,000 دلار گیر نمیارید، حتی 700,000 دلار. و معروف ترینش هم هواپیمای سیروسه که بهتون گفتم چت داره و بالای $1,000,000 تموم میشه. اینه که دست‌اندرکاران امریکا گفتن آقا ما یه کلاس جدید درست کنیم به نام هواپیمای LSA که تو ایران اسمش گذاشتن UL Ultralight و گفتن این هواپیما 2 نفره باشه، سرعت ماکسیمومش مثلا 200 کیلومتر باشه، ماکسیموم بارش شامل وزن هواپیما 600 کیلوگرم باشه و منتها این هواپیما دیگه پرواز اینسترومنت نمیتونه بکنه، یعنی در هوای بعد و شب نمیتونه پرواز کنه، فقط برای پرواز روز ناوبری هم کمتر بهش میدن، یعنی بیشتر پرواز تفریحی. بخواید اینجا بلند شید و همونجا دور و برش بچرخید دیگه. که من این گواهینامه رو تو ایران سال 2012 موقع گرفتم. بعد خود همین قانونگذارای امریکا دیدن کسی از این گواهینامه استقبال نکرد. دیدن اینا اومدن یه راه حلی درست کردن که ملت به جای که حالا PPL که خیلی هم خرجش دیگه داره گرون میشه و اینا، الان شما میخواید PPL بگیرید با اون که حداقل باید 40 ساعت پرواز داشته باشید، در عمل کار به متوسط 70 ساعت میکشه. 70 تایی که $250 اینطورا دیگه معلم و هواپیما رو شاخشه، یعنی نزدیک $20,000 خرج کنید خلاصه گواهینامه PPL بگیرید. و خب UL ارزون تره چون پرواز اینسترومنت ندارید، پرواز شب ندارید، با 20 ساعت میتونید گواهینامه رو بگیرید، حالا بگید 20 ساعت نه 30 ساعت. و برای همین فکر میکردن که خیلی کارش بگیره ولی نگرفت. حالا علتی که نگرفت چیه؟ اولا هواپیماهایی که برای این کار ساخته شده اکثرا ساخت اروپا، ساخت امریکا کمتر هست. یه دونه سسنا 162 اومد، یه دونه پایپر یادم نیست چه اسمی، اینا هم کارشون نگرفت، قیمتاشون هم بالا بود و برای همین مجبورن اروپایی‌ها رو بخرن. اروپایی‌ها موتور روتکس استفاده میکنن، تا جایی که من میدونم همه یا اکثرا موتور بنزین سوپر میخواد، سوپر مال ماشین. در فرودگاه‌های امریکا بنزین سوپر ماشین موجود نیست. بنزین گازوئیل وجود داره که نه اون نفته که برای هواپیمای مسافربریه و چیزای سوخت مال هواپیمای کوچیکه که 100 و نمیدونم این حرفاست که حتی قرار منسوخ بشه، ولی خب فعلا هست. در نتیجه تو امریکا کار نگرفت. اینا آمدن قانون عوض کردن و این اسمشو گذاشتن موزاییک. موزاییک هم حتما مخفف یک حروفی است، ولی من میخوام از رو خود این به جایی که بشینم 3 ساعت اینا رو ترجمه کنم از همینجا براتون بخونم فرقش بهتون بگم. قبلا حد اکثر صندلی هواپیمای UL میتونست 2 نفر باشه، یعنی 2 صندلی باشه. الان میگن نه آقا صندلی 4 تا بود، سرنشین بیشتر از 2 نفر نمیتونه باشه. بنابراین الان مثلا منده با گواهینامه UL میتونم هواپیمای سسنا 172 4 نفره رو هم هدایت کنم، ولی به شرط که فقط من و یه مسافر باشیم.
4 نفر نباشیم که تو این خیلی فکر خوبی هم هست، چون اکثر این هواپیماهایی که به عنوان 4 نفره به شما فروخته میشه واقعا نمیتونه 4 نفره حمل کنه. میتونه بلند شه از زمین بره بیاد، ولی یه آدم یه ذره هیکلدار باشه، مسیر یه ذره کوهستانی باشه، هوا یه ذره گرم باشه، جواب نمیده و هواپیما سقوط میکنه. در نتیجه این من گفتن آقا هواپیما 4 نفرم بود فقط مسافرش یا سرنشینش 2 نفر بیشتر نباشه. در مورد مکسیموم ویت قبلا بود 600 کیلوگرم، این دفعه وزن نذاشتن. شما وقتی میتونید سوار هواپیمای پایپر بشید میتونه وزنش 800 900 هزار کیلوگرم باشه، بنابراین هیچ وزنی رو مشخص نکرد. سرعت ماکسیموم سرعت استال قبلا 45 نات بود، الان اضافهش کردن به 61 نات برای هواپیمای معمولی، ولی برای گلایدر و اینا همون 45 رو حفظ کردن. حد اکثر سرعت قبلا 120 نات بود، ضرب در 1.85 بکنید میشه مثلا 200 کیلومتر اینطورا، الان شده 250 نات، تمام 2 برابر شده. یعنی میتونه خیلی هواپیمای سریع رو هم شامل بشه. هواپیمای سریع یه موتوره. موتور قبلا باید بود حتما یه موتوره با سیستم پیستونی رفت و برگشتی، الان هیچی نذاشتن. یعنی میتونه موتور الکتریکی باشه، میتونه موتور هر چیزی باشه، موتور هرچی، موتور دورانی باشه، هیچ مشخص نکرده. ملخش قبلا باید یا فیکس بود یا از روی زمین قابل ادجاست کردن. ملخ هواپیما چند مدله؟ یه مدل از کاملا فیکس از روی زمین و هوا و همه چی همون زاویه‌ای است که داره. یه مدل است که از روی زمین شما میتونید بر اساس اون پروازی که میخواید بکنید با آچارهایی بردارید یه تنظیماتی بکنید و برید و ادامه بدید. یه مدل دیگه است که رو هوا هم میشه عوض کرد. پیچ یا این زاویه ملخ رو شما میتونید رو هوا عوض کنید. قبلا این برای هواپیماهای کوچیک، برای همین هواپیمای یو ال این بود که یا فیکس باشه یا رو زمین قابل تنظیم باشه. مگر هواپیمای گلایدر که یه استثناءاتی داشتن. الان این هم دیگه گذاشتن کنار، یعنی جزء تعریفات نیست، یعنی میتونه هر جوری باشه. میاد به لندینگ گیر. لندینگ گیرش قبلا بود که باید فیکس باشه، یعنی مثلا اگه 3 چرخه هست، این هواپیما یا 3 چرخه است که یه چرخ جلو داره یا یه چرخ عقب داره یا تیل درگر بهش میگن. این هواپیماها قبلا باید فیکس چرخاش حتما بیرون بود، جمع نمیشد. الان هیچی نگفته، یعنی میتونه چرخاش جمع هم بشه، هیچ اشکالی نداره. اینها رو لطفا به سازمان هواپیمای کشوری هم ویدیو رو کپی کنید، بدونن که داستان دنیا الان چی شده که بتونن خودشون رو بروز کنن. از نظر امتیازات هواپیمایی این شامل قبلا هواپیما بود، گلایدر بود، این چیزایی که وزنتون این ور اون ور میکنید این ور اون ور میره اسمش الان یادم نیست بود، پاراشوت های چتردار بود، جایروپلین بود و بالون بود. الان هلیکوپتر هم بهش اضافه شده، هلیکوپتری که سیستماش ساده باشه. ولی هلیکوپتر هم خلاصه به این کاتگوری اضافه شده، یعنی شما میتونید گواهینامه اوتال رایت یا LSA بگیرید با هلیکوپتر پرواز کنید. حد اکثر صندلی رو بهتون گفتم قبلا 2 تا بود، الان شده 4 تا، میتونه 4 تا صندلی داشته باشه. بعضی صندلی هواپیما 5 تا صندلی داره مثل سیروس، اونو دیگه شامل نمیشه، بعد حتما 4 تا باشه. وزنی که قبلا بود 600 کیلوگرم الان دیگه محدودیتی نداره. سرعت استال اسپید رو گفتم 45 بود که الان 59 شده برای هواپیما، 45 برای کاتگوری های غیر از هواپیما مثل گلایدر اینا. سرعت هم که گفتم، موتور هم که گفتم، پروپلر هم گفتم، همه رو مثل که گفتم. برای آزمایش پزشکی
من یادم تو ایران باید میرفتم کامل مثل همون هواپیمای PPL آزمایش پزشکی میکردیم. تو امریکا میگه آقا اگه گواهینامه رانندگی داری یعنی انقدر سالمی که میتونی پرواز انجام بدی. بنابراین در امریکا داشتن گواهینامه پزشکی کافیه. و قبلا در شب نمیتونستید پرواز کنید، هنوزم در شب نمیتونید پرواز کنید و بیسیک مد یا همون FAA مدیکال سرتیفیکت لازم داره دیگه. نمیگه گواهینامه رانندگی، ولی فکر کنم همون کلاس 3 FAA رو لازم داره که نشون بده شما از یه سلامتی برخوردار هستید. به حال این کار رو خیلی آسون میکنه و امیدوارم دوستان خبرش رو به اونهایی که مسئول UL هستن در سازمان هواپیمایی بدن که قوانین عوض شده. این مهمترین قسمتش به نظر من 3 چیزه. یکی این که میتونه هواپیمای 4 نفره رو ببرید ولی با 2 نفر، چون این خودش تعداد هواپیما رو زیاد میکنه. الان مثلا بنده بخوام از 2-3 تا فرودگاه اطراف خودم برم هواپیما کرایه کنم، هواپیمای UL اصلا ندارن، چون بنزینشو ندارن، هواپیماش هم ندارن، ای داشته باشن هم خیلی محدوده و خیلی شرط و شروط داره. الان من میتونم برم با گواهینامه همون LSA یه پایپر یا یه سسنا اجاره کنم، فقط 2 نفری بیشتر نریم. منم کلا اهل این که آدم زیاد سوار کنم و شاب دولزین نیستم. 2 نفر حد اکثر من و یکی دیگه معمولا ترجیح میدم اونم یه خلبان باشه، خیلی راحت. یکی دیگه این که حد اکثر وزن نداره دیگه، شما میتونید با هر وزنی هواپیما داشته باشید. یکی این که سرعت 2 برابر شده دیگه، 200 کیلومتر نیست میشه 400 کیلومتر. یکی دیگه چرخ‌ها میتونه چرخ‌های بسته به شو باشه. هواپیمایی هستن که 4 نفرن، مثلا سسنا 177 کاردینال مدل RG هم داره، ریترکتینگ گیر، بنابراین شما اون رو هم مثلا میتونید کرایه کنید با اونم پرواز کنید. این داستان گواهینا این هواپیمای UL قوانین جدید که امیدوارم خبرش به ایران هم برسه و در ایران هم به همون صورت که اینجا هست اجرا بشه. خوب و خوش باشید. با درود خدمت دوستان، من در اون ویدیویی که حالت رزومه داشت هواپیمایی رو گفتم، هواپیمایی رو نگفتم. دوستان پرسیدن آقا چه مدل هواپیمای دیگه یا مدل‌های به خصوص، گفتم یه اضافه هم بکنم به اون چیزی که قبلا گفتم. هواپیمای داگلاس DC-6 سوار شدم، مال ایرانر بود، در ایران 4 موتوره ملخی، بعد DC-8 4 موتوره جت، DC-9 2 موتوره موتور عقب، بعد DC-10 جامبو جت 3 موتوره و L1011 لاکهید که اونم 3 موتوره بود، 330 نظامی، تیو 154 همون توپولف، امبرایر 145 170 195، RJ 700 900، ATR 47 72 اگه اشتباه نکنم، و فوکر یا فاکر 27 و مدل 100 و خیلی هواپیمای دیگه. اینا تا باید فکر کنم یادم بیاد. یه هواپیمایی که خیلی دوست دارم سوارشم و سوار نشدم هواپیمای DC-3 یه هواپیمای قدیمی است که تقریبا 85 سال از زندگیش از عمرش میگذره، هنوزم داره یه جایی دنیا پرواز میکنه. هر جام هست سعی کردم تماس بگیرم ببینم بلیطی بخرم پولی بدم، هنوز جور نشده. ولی DC-3 جزء واقعا اگه مثلا میگن 10 تا هواپیما تاریخ هست که آدم باید یادش بمونه یا سوار شده باشه، یکیش DC-3 که متاسفانه برای من هنوز میسر نشده. خوب و خوش باشید.